Assalamu alaikum. Ako otayma kazala otayma yordam kıde. İltimat barı kıde yordam kıde. Mishola dar kodu mevi hazuramada. دوستانی عزیز والله قسم خوشحالی امی تیفلاکو خوشحالی ما و شما است. یعنی لایک شما، کامنتاری شما و نوارا با دیگران روان کردن شما سبب می شود که یک برادر، یک خواهر، یک مادر مصیبتش دور شود. یعنی ما و شما سبب شدیم. Assalamu alaikum. Ako rahmat ki otemara yordam kade. Bishol daqton do guye. Assalamu alaikum. Ako rahmat ki otemara daskiri kade. Daqton do guye. Assalamu alaikum. Ako Hazır rahmat ki bahmat ki yordam kade. Hazır rahmat baqi tajmuslim ki خدمت کردن، یادم کردن مقصد نبراری اپیراسه ما انجام کردن. خدا باشه که اپیراسه کردن، اپیراسه ما نازش دیون روزه که سلامتی ما سوستش نیست. خدا باشه که سوز خوب از آمد به همتون شروع به حقی همتون دوگیم. خداوند کسی که خیر کدگیش به درگاهش قبول کنه، پروردگار برکت در خانواده‌اش بریزونه، خدا همه هاشون نگهبان شوه. خدا کسی که ای مهاجر ای همه هاشون خدا کسی که کدام بنده ای که خیر کرده خدا خیرش قبول گردونه، خدا نگهبان شوه شونه و برکت در سرشون بریزونه. السلام علیکم مردم و خاران گیرامی، خوب است انشالله. الله حفظتون کنه. دیدین دوسترویکایی که یک چند وقت پیش مراجعت کرده بودن کمک میخواستن، دوسترویکایی که نخواستن به پدرشون زیستن و ما در یک جایگی تونستیم پدرشون کمک کنیم. الحمدلله امروز ما سبب شدیم پدرشون جراحی کردن، جراحیشون خوب گذشت، شکرانه الله. یعنی ما و شما سبب شدیم، یعنی همون لایکای شما، کامنتاریای شما و نوارا با دیگران روان کردن شما سبب شد که یک برادر ما نجات بدیم. یعنی بینه که برادران و خواهران گرامی والله قسم همون لایک شما به خاطر چی است؟ به خاطر پهن کردن ویدیو است، به خاطر آن است که همین برادر است، خواهر است، کسی باشد نباشد، کمی هم باشد، کمک از طرف ما برسد برای برادر و خواهر و ما سبب شویم که همون برادر یا خواهر نجات یابد و مثل این خیلی تیفلکا به پدر و مادر نمانند. برادران و خواهران گرامی وقتی که ما مراجعت میکنیم، خواهش میکنیم، الله شاهد است، به خاطر الله است، به خاطر آن است که همون پدر یا مادر یا خواهر یا برادری که مراجعت کردگی است فرزنداشون از چی نشوند، یعنی فرزنداشون به پدر و به مادر نماننده. سبحان الله. یعنی ما سبب شویم. باید باور کنید خیلی خوشحال میشم، خیلی خرسند میشم که سبحان الله زوانوگ میشود میگه برادر جون الحمدلله جراحی ما خوب گذشت، می نویسد که الحمدلله جراحی ما خوب گذشت. خیلی خوشحال میشم و خوشحالی خود ما میخوام برای هر یک برادر و خواهر برسانم که الحمدلله ما سبب شدیم امروز یک برادر یک خواهر به خانه و به در نموند. ما سبب شدیم یک برادر یک خواهر جراحیش خوب گذشت. ما سبب شدیم یک برادر یک خواهر به پدر و به مادر نموند. یعنی کمی هم باشه الحمدلله در قوتشون راست ایستادیم، مصیبتی که بالای سرشون آمد پهلوشون ایستادیم، یعنی به طرف نه ایستادیم. این سبب کی شد؟ سبب ما و شما شدیم. هر یک برادر و خواهر دعا میکنم که الله سبحانه و تعالی هر یک لایکی کی و هر یک کمکی که کردن برکت شه بده. الله جزاک الله خیرا. الله برکتتون که در قوت همین خیلی بیمارا هستین، در قوت همین خیلی آدمایی که احتیاج به کمک دارن هستین. خوشحالی این کودکا خوشحالی ما و شما است ان شاء الله. در امان الله با دعا باشین. سلام علیکم و رحمت الله.